السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان مهربان، خداوند خیرتان تیه. با دقت گوش کنیم. بعضی محل شوخی و بازی میکنیم، اما بعضی همه نگاه نکرده. خیلی سخت فراموش کرده گیم که 1450 سال پیش حضرت محمد صلی الله علیه و سلام گفته بود که المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. خواهش میکنم از همه ما و شما در حق مظلومان، در حق یتیمان، در حق پاره شدگیان شهیدان فلسطین، اهل غزه در رکعت نماز بخونیم. با امداد ایمنسیون که دارم اللهم انصر المسلمین فی فلسطین، اللهم انصر المسلمین فی فلسطین، اللهم انصر المسلمین فی فلسطین. در رکعت نماز بخونیم، در حق مردم فلسطین دعا کنیم. اللهم از این مردم غزه را از دست این یهودای بدبخت سیانیستا آزاد کنه، شکرانه آبادی وطن کنه در هر جای باشه. این نعمت است، این آبادی که امروز پروردگار ما را داده، دولتی ما را داده است. به خدا شکر کنه که فرزندکم سری پر همین جنگا را ببینید در همه جایی که رفته ایستادن، خصوصا در غزه. دعا کنه در حقشون. خواهش در رکعت نماز روز قیامت پیش پروردگار، پیش پیغمبر خدا چی جواب میتیم؟ پیش این شهیدای پاره شده که اقلا سوم ندادیم، مال ندادیم، پل ندادیم، در رکعت نماز خونده و دعا کردن نمیتونیم. یکی از دعاهای ما و شما شاید قبول شود پیش پروردگار. رفتیم. بسم الله دوستان، در رکعت نماز در حقش دعا میکنیم.